با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هوي حديث رمضاني امروز حديث أبي هريرة را خواهیم گرفت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شهر رمضان رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. ورواه ابن أبي الدنيا وابن أساكر حديث الصحيح. این حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت که که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اول ماه رمضان رحمت، مابین آن مغفرت و آخر آن آزاد شدن از آتش دوزخ میشد. و روایت ابو دنیا حدیث صحیح است. حدیث خیلی مشهور و بزرگ است. این حدیث شریف بر آن میاد که ماه رمضان به 3 تقسیم می شود، یعنی 3 ده. خداوند در اول ماه رمضان رحمت می کند، به رحمتش می گیرد بنده ها را و در دهی مابینش گناهان بندگان را می بخشد و آخر دهی آخر به آزاد می کند بنده ها را از آتش دوزخ. از الله میپرسیم که هر یک ما را به این 3 قسم سزاوار گرداند و ما را از آتش دوزخ نجات دهد. دیگر حدیث این که عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. این حدیث عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت کرده. میگویند عبدالله ابن عمر این صحابی بسیار بزرگ است، برادر حفصه زوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند. سال 3 پیامبری به دنیا آمدند، یعنی تولد شدند. در سن 10 سالگیشان به مدینه هجرت نمودند. سال 84 هجری در سن 87 سالگی از دنیا گذشتند. این حدیث روایت که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اسلام بر 5 چیز بنیاد یافته است: شهادت دادن، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن، و نماز برپا نمودن و دادن زکات و حج کردن خانه خدا و روزه داشتن در ماه رمضان. 1 ماه روزه داشتن ماه رمضان. ببینید اسلام با 5 چیز بنا یافته است. 5 چیز این ستون اسلام است که یکی از آنها این روزه ماه رمضان است. این روزه ماه رمضان فرض است به هر یک ما، به هر یک قادر و توان باید روزه بگیرد، تنبلی نکند، زیرا این یک رکنی از رکنهای اسلام است. اگر انسان این کار کند یا که بیگون سبب رو نگیرد گناهکار می شود، از خارج از اسلام می شود. برای من هر یک ما کوشش کنیم در این روزهای مبارک روزه رو بگیریم، نمازها رو در وقتش خونیم. این بود دومین حدیث. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.